به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام زبان آموزان گرامی. درس 20 است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف S. شیپ ما گفتیم حرف S، لیکن حرف S همراه H اگر بیاد ش خوانده می شود. در درس های آینده ما درباره این گونه حرف ها صحبت خواهیم کرد، یعنی حرف هایی که در زبان انگلیسی دو سه حرف یک آواز را ifade میکنند. البته صحبت خواهیم کرد. شیپ گفته کشتی. six شش، رقم شش. spoon قاشق. sun آفتاب. خب چگونه که در درسی گذشته گفتیم، در اینجا طرز خواندن کلمه ها و ترجمه کلمه ها نیز موجود است. این بود درس 20. تا درس آینده، خدا نگهدار.